جانم بفرمایید. سلام، ببخشید مزاحم شدم. محمدم، هم کلاسیتون. خب والا نمیدونم چطوری بگم، فقط ازتون خواهش میکنم در موردم فکر بدی نکنید. خب وایسین روک بگم، راستش من بهتون علاقه‌مندم و دوستتون دارم. نیتم هم خیره، اگه ممکن باشه آشناشیم با هم. جالبه، فکرشو نمی کردم. خب از رو چه حسابی خوشت اومده؟ چیا داری؟ حقیقتش من با دلم اومدم جلو. تنها چیزی هم که دارم همین دل صاف و سادمه. به نظر من اگه دوست داشتم باشه خدا همه چی رو جور میکنه. نه؟ صبر کن ببینم، پول چی؟ پول داری؟ والله زمین برای من جای قشنگی نیست. پیغمبرم که باشی، پول که نباشه عشق عاشقی. صدام خیلی گرفته مثل صدای سازم،